آیا تا به حال به این فکر کردید که چطور میتونید با چند تکنیک ساده زندگیتون رو به یک ماجراجویی پر از ثروت و موفقیت تبدیل کنید؟ تصور کنید در حالتی هستید که همه چیز برای شما به بهترین شکل پیش میره. اگر آماده اید تا رازهایی رو کشف کنید که ممکنه دیدتون رو به زندگی برای همیشه تغییر بده، پس تا آخر این ویدیو با من باشید، چون قرار چیزهایی رو بشنوید که شاید هیچ وقت باور نمی‌کردید. امروز میخوایم وارد دنیای جادویی و پر رمز و راز جذب موفقیت بشیم. شاید باورش سخت باشه، ولی میتونید با استفاده از چند تکنیک ساده زندگیتون رو به کلی تغییر بدید. این تکنیک ها به شما کمک میکنن تا به ثروتی که همیشه آرزوش رو داشتید برسید و به موفقیت های بی‌نظیری دست پیدا کنید. آماده اید برای تغییر بزرگ؟ پس بیایید با هم شروع کنیم. قبل از اینکه وارد تکنیک ها بشیم، بهتره یه تعریف ساده از جذب ثروت و موفقیت داشته باشیم. ذهن ما مثل یه آهنرباست که هر چیزی رو که بهش فکر کنیم و انرژی مثبت بدیم به سمت خودمون جذب میکنه. این مفهوم خیلی ساده و در عین حال خیلی قدرتمند وجود داره. باور کنید که فقط با تغییر نگرش و باورهای ذهنیتون میتونید به ثروت و موفقیت بیشتری دست پیدا کنید. خب حالا که متوجه تعریف ساده از جذب ثروت و موفقیت شدید، بریم سراغ تکنیک های جادویی که میخوام در ادامه بهتون بگم. تکنیک اول، تجسم خلاق. هر روز چند دقیقه وقت بذارید و تصور کنید که به هدفهاتون رسیدید با تمام جزئیات، انگار همین الان اونها رو دارید. این تصور نه فقط یک تصویر ذهنی، بلکه احساسی است که با تمام وجود حس می‌کنید. مثلا تصور کنید که در خانه بزرگ و رویاییتون دارید زندگی می‌کنید، یا در حرفتون به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردید و درآمدتون چندین برابر شده و این تکنیک به طرز عجیبی ذهن شما رو برنامه‌ریزی میکنه تا به سمت اهدافتون حرکت کنه. اوپرا وینفری یکی از معروفترین افرادیه که از تکنیک تجسم خلاق استفاده کرد. اوپرا همیشه تجسم میکرد که برنامه تلویزیونی خودش رو داره و در نهایت به یکی از موفق‌ترین افراد دنیا تبدیل شد. تکنیک دوم، تأکیدات مثبت. هر روز چند بار جملات مثبت و انگیزشی رو به خودتون بگید. مثلا من لایق ثروت و موفقیت هستم، یا هر روز از نظر خودم بهتر و بهتر میشم. این جملات با تکرار مداوم باورهای شما را به سمت مثبت ترین شکل ممکن تغییر میده و به ذهن شما قدرتی میده که شما را به سمت موفقیت‌های بزرگ هدایت کنه. هر بار که این جملات رو تکرار میکنید، احساس قدرت بیشتری در درون خودتون حس خواهید کرد. لوئیس هی، نویسنده و سخنران معروف، یکی از پیشگامان استفاده از تأکیدات مثبت بود. او باور داشت که جملات مثبت میتونن زندگی هر کسی رو تغییر بدن. مورد بعدی، شکرگزاری. برای تمام داشته‌هاتون شکرگزار باشید. این کار باعث میشه انرژی مثبت بیشتری جذب کنید و فرصت‌های بیشتری به سمت شما بیاد. مثلا هر شب قبل از خواب 3 چیزی که بابتشون شکرگزارید رو بنویسید. این کار به شما یادآوری میکنه که چقدر چیزهای خوبی در زندگیتون دارید و ذهن شما رو برای جذب بیشتر از اونها آماده میکنه. راندا برن، نویسنده کتاب راز، به شدت به قدرت شکرگزاری اعتقاد داشت و این تکنیک رو به عنوان یکی از کلیدهای اصلی جذب موفقیت معرفی کرد. مورد چهارم، دوری از افکار منفی. وقتی افکار منفی به سراغتون میاد، سعی کنید سریعاً اونا رو به افکار مثبت تبدیل کنید. مثلا به جای اینکه بگید من نمیتونم این کار رو انجام بدم، بگید من میتونم این کار رو انجام بدم و موفق میشم. این تغییر نگرش به شما کمک میکنه تا از انرژی منفی دوری کنید و
با انگیزه بیشتری به سمت اهدافتون حرکت کنید. آنتونی رابینز، مربی و سخنران معروف، همیشه تاکید می‌کنه که افکار منفی رو به چالش بکشید و اونا رو با افکار مثبت جایگزین کنید. و اما قبل از اینکه بخوام مورد بعدی رو بگم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. مورد پنجم، محیط مثبت. خودتون رو با آدم‌های مثبت و موفق احاطه کنید. این کار باعث میشه انگیزه بیشتری بگیرید و باور کنید که شما هم میتونید به موفقیت‌های بزرگی برسید. محیط مثبت تأثیر زیادی روی ذهن شما داره و شما را به سمت موفقیت هدایت میکنه. جیم ران، سخنران انگیزشی، معتقد بود که شما میانگین 5 نفری هستید که بیشترین وقت رو باهاش میگذرونید. بنابراین اگر میخواید موفق بشید، باید خودتون رو با افراد موفق احاطه کنید. حالا که با این تکنیک آشنا شدید، بذارید یه داستان واقعی براتون بگم. دوستی داشتم که همیشه از وضعیت مالیش شکایت داشت و باور نداشت که میتونه موفق بشه، تا اینکه شروع کرد به استفاده از همین تکنیک‌ها. باورتون نمیشه، ولی توی کمتر از 1 سال اون تونست کار خودش رو راه بندازه و درآمدش رو چند برابر کنه. اون هر روز تجسم میکرد که به موفقیت رسیده و در عین حال در راه رسیدن به هدفهاش تلاش میکرد. جملات مثبت و تأکیدی رو هر روز تکرار میکرد و همیشه شکرگزار بود. الان اون نه تنها به ثروت زیادی رسیده، بلکه احساس خوشبختی و رضایت بیشتری هم داره. این داستان نشون میده که با استفاده از این تکنیک ها شما هم میتونید به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنید. یادم میاد که دوستم هر روز صبح قبل از شروع کارش چند دقیقه وقت میذاشت و تجسم میکرد که پروژه های بزرگی رو انجام داده و مشتریهاش ازش راضی هستن. بعد توی طول روز وقتی با چالش ها مواجه میشد، به جای اینکه ناامید بشه، از تأکیدات مثبت استفاده میکرد و میگفت من از پس این کار برمیام و هر شب قبل از خواب 3 تا از بهترین اتفاقات روزش رو یادداشت میکرد و بابتشون شکرگزاری انجام میداد. خب بچه‌ها، حالا که این تکنیک ها رو یاد گرفتید، وقتشه که اونا رو به کار ببندید. ازتون میخوام همین امروز شروع کنید و تکنیک های تجسم خلاق، تأکیدات مثبت، شکرگزاری و دوری از افکار منفی رو توی زندگیتون اجرا کنید. حتما تجربه هاتون رو توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید و اگر سوالی دارید بپرسید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یادتون باشه که تغییر از درون شروع میشه و با تغییر نگرش و باورهای ذهنیمون میتونیم به هر چیزی که میخوایم برسیم. پس با انرژی و انگیزه بالا به سمت هدفاتون حرکت کنید و هیچ وقت دست از تلاش بر ندارید.